برای خدا گیوگرافیا میخونیم، همه خاک بالا را میدونیم. حالی را ایمانامو میلنگه. گفت همون پروردگاره که در بالای زمین همه کوههای بدوهیما را نصب کرده است، انسان یک خونه را به یک عذاب میکنه، خداوند این کوههای بدوهیما را نصب کرده است، من به همون ایمان آوردم. بیچاره اعرابی چی میدونه که آخه این کوه میخوای زمینند؟ امروز ما میدونیم او همون بالا را دیده است. همه کوه اگر به شرطی که بلندیش 1 کیلومتر باشه 6 کیلومتر دیگهش در زیر خاک است. از 7 یک حصهش فقط در بالا است، 6 حصه دیگهش در زیر زمین است. حکمت آفریدنش هم چی است؟ حقیقتا میخوای والجبال اوتادا، به خاطر آن که در یک جا اگر زمین جنبشید کره زمین زیر زبر نشود. اگر همین قطار کوه نباشند، خدای نکرده در یک جا زلزله شود، زمین جنبی شود، از همون جای زمین جنبیده آخری همون کره زیادتر خراب میشود. یک خیمچک در دست و بقپیران تا بجنبونه، ای پیش دست دیده آخری خیمچک زیادترک میجنبه. همین قطار کوهایی که بریده میگذارن زمینه، همین سبب مانعی همون مقصد همون زمین لرزه میشوند که هم یک موضع دمی جنبه و دیگر جوره خدای تعالی به واسطه همین کوه حفظ میکنه. بیچاره عربی اینا نمیدونیست. بدبخت هستن همون ماتریالیستایی که همین چیزا میدونن و ایمان نمیارن به الله ذوالجلال. سبحان الله. و جعل فیها المنافع، زمینه که این قدر نعمت داره، میگه بر صاحب این زمین، بر آفرنده این زمین ایمان آوردن واجبه. چی میخورد بیچاره؟ شیری شتر رو بیچاره اشکمر میخوردن، سوسمار. یکون شترکشو اگر کسل میشید میکشتن میخوردنش. دیگه هیچ چیزی نداشتن، شاید خرما میخریدن میخوردن. کوی نوش نعمت ها در او عصر زمان، این نعمت هایی که در بالای دسترخوان ما و شما هستی، از برای خدا پیش پیغمبر دیتری نبود. پادشاه های همون زمان همین چیزا را نداشتن. در چیله تابستان میوه های تر تازه را ببینه. ای باشد در دوره سویتی هم تری در سه تو بیومد که در چیله زمستان قدر میوه تر تازه بگیری بخوری. و همین نعمت ها را دیده و وقتی صاحب نعمت شکرگزاری نکنی چه جوان مردید میمونه؟ با همون خدایی که گفت آسمان ها و زمین خلق کرده است، با همون خدایی که کوه ها را در روی زمین نصب کرده است، با همون خدایی که این قدر نوش نعمت در دنیا خلق کرده است، من ایمان آوردم و با پیامبرش که بر حق خداوند متعال با پیامبری مبعوثش کرده است ایمان آوردم. خدا کنه که ما و شما را همونطوری صدق داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. این را ببینیم یک اعضای بدن خطا ببینیم. این نعمتی که پروردگار در ما گذاشته است، واقعی لازم نیست که درون و بیرون نگاه کنی. یک خطا تماشا کن. یک ما در افغانستان خدمت کردیم. یک بچه رفیق ما همون سال 86 بود. ماشینای همین کرولای 90 در SSR اگه جا بود و خیام فقط ماشینای سویتسکی بود. نه. در افغانستان ماشین کرولای 90 در نزد وزارت کارهای خارجیش مال یاپونیا گفت آفرین بر یاپونیا. آفرین بر یاپونیا. به خدا قسم. این ماشین بینه، این کارا بینه. بعد گفتم آخه خدا جان اکرام است کنه که خطا برده آینه تماشا کن. نمیگوی آفرین بر الله. این ماشین تو فرش کلوچه نکنی گریه نمیشود. و چشمای ترابی مل تمام دنیا را سکاپیروات کرده است. تو گاز شناجی قینا میروا. یک خونه سوخته آخه تو اختیار رو دست خودت با پود میرای. تو بنزینش نریزی حرکت نمیکنه. تو خودت گرفته خورده استی. غذای داخلی هم خودت تامین کرده استی. آفرین بر الله نمیگوی. این پروردگاری بزرگ حکمت نعمتاش ببین. در زیر زبان تو پد یزیشنی ژلیزه را مونده است. وقتی خروک هم میبینی دهنت آب میبروره. حتی اگر همین نام یگون میوه را بگیرن اگر در پیشت گشنه باشی دهنت آب میبروره، الکی تیار شده است که همه بوده همون چیزا خوردی خاک در گلوت نروه، گلوت نگیره نبری. آفرین بر الله نمیگوی. دندانای کرسی را پهمه کرده است که خویده بشه و به حضور. دندانای پیشه گرفته است تیزه کرده است که بگزی بکنی. اگر همین را نعبرات میکرد حالا چی میشی؟
مگرم لوامون میدروندیم ها الان لقد میکردیم رنگ هم بچونم مسافدوی که یا دندونک ده همیشه دوران یا نولا میگم بکنم همی لقد میکنم همیشه مجبور بودی که این طرف بری و بعد به پیش بخویی آخه به هم پروردگاری که همین نعمت ها را داده است رحمت نگیم شکرگزاری نکنیم سبحان الله سبحان الله حضرت حکیم سنایی غزنوی میگه در نگر تا که آفری تو را از برای چی برگزی تو را خاک بودی تو را مکرم کرد زان پست جلوه دو عالم کرد یک بار اندیشه که کی خلق کرده است برای چی کاری بزرگ و مهم در روی زمین وضعت کرده است وقت از یک مشتی خاک پدری تو را خلق کرده الله عزوجلال اینقدر اکرامت بخشیده است تو اینقدر مکرمه اینقدر عزت داری به نظر از همه لطیفتری به صفت از همه شریفتری خوبتر از تو نقشبندی ازل هیچ نقشی نبست در اول از همه انسان زیباتر در کائنات هیچی نیست افسوس و صد افسوس که کوری خود بینای مردمه همه چیزا را نمیبینیم یا تلفونک هم میبینیم هشمو میرم واه ایرا کی خواب کی کرده باشه این قبضه یا بارم پنجاکوی دستانی یا که بچه ها که قچاق بگی یک شکل صورت چنیگه که از برای خدا نمیگوی که شکرانه نعمت او منعیمه که این هم بچه ها که بزی بخشترو را در داخل نطفه آبی منی من هم خیلی تصویر کرده است نقش نگارش کرده است سبحان الله اگر اندیشه کردیم با قدر نعمت پروردگار ایشان رو میرسیم منعیم حقیقی را میشناسیم اینا شهباز جانی دادن ما را ببینید خداوند به این سین سال رسونده استش همین شرایط امکانی زنگیری را براش داد است نمیداد زن نمیگیرید ولی ما یک سلامه داریم در همون همه آدم خوب به خدمتگار همه طرفه بوده نگی خدای تعالی که همین چی کمبودیش شده است ای چین گذاشته است زن نمیگیرم پیشش بیارم که ای بچه این ایفته باید بگی نمیگیرم اگر همین نعمت خدا نتد میمونی آخی همین نعمتی امکانیتی همون زن گرفته و با زنک معامله کردن اگر نتد چکو میکنی سرت در سنگ بزن نمیشه آخی همین را شکرگزاری کردن در کار بچه ها اگر کردیم انشاءالله خداوند از این بیشتر از زیادتر میده سبحان صحابه پیغمبر حقیقتا همین شکرگزاری نعمت الله بودن قصه جلیبی با من چند بار کردم شاید شما شنیدگی هم هستید مرد خدا وقتی که زن میگیره آدم کمبغل خشاق یتیم کلان شدگی خسرش هم دید وقتی که حالش بد است هیچ جا نداره خانه دامادش گرفت در حولی خودش جاش تیار کرد همین وقت درآمد عروسی نازنین ندید خانه و در دید دیلش همین خیلی گم میزد که گفت اول شکرانه نعمت خدا را کنم در نماز استاد که در رکعت نمازی شکر بخونم چنان غرقه عبادت شد که در همین در رکعت نماز صبح نمید اگه در مدینه منوره پیش از دمیدن صبح یا اذان بود مردم هم میخیزوندن که بخیزه نماز تهجد بخونه حضرت بلال اذان گفت یک بازی خسر رو میخیزه خطی خسر رو برو میزنیم خانه داماد با ایزو میکشه که کم کم خجالت هسته آزاد با گریخ برومد بره روز دیگر با بعدی خفتن آمد همه میبینه آخی نعمتی پروردگار اول خدا را شکر گزاری کنم در نماز مثل او مردم پیش نماز اتومات وری نمیخوندن نگی خواب نماز وقتی که در نماز میخوندن همه خوشیات در نماز که میشتودن همه خوشیاتشو به الله بداخی پرابلم های حیاتشون در درون نماز حل نمیکردن بعد رکعت نماز یا وقت آواز اذان حضرت بلال میشنوید وای به حال با این نماز خونیامون با این رفتار و کردارمون در یک مسجد پیش بسته شدن مسجد و یک چند سال پیش یک امام نماز میخونه نماز شام سلام میده که بعضی از کفو میگن حضرت در رکعت خوندی شما میگه سه تا خوندم مردم دو گروه جدا شد یک رزمور دورن یک گروهش که دو تا خونده است یک گروهش سه تا خونده یک توجیر هم کفو داده است میگه حضرت انیق در رکعت خوندی ما سه دکان دارم عادتا در همین نماز شام در هر رکعتش یک دکان ما ریویزی میکنم
همون دو تاشو اسپیت کردیم انیق ده تخون در نماز بکن تلویزیون کنی اون چی دیگه برکت داره و از کجا کفارت گناه میشه. میبینه حضرت در درکت نماز صبح میشی با وقتی از اون شنید گفت که یکی خطی خسر او رو بارون بزنم خیست اومد مسجد. روز دیگر زیاد خسرش نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد که یا رسول الله گفت من امیره دختر دودنی نبودم شما گفتیم اگر شما را در زمین نموندم او ایش زنگیر نبود چی اومد اگر دعوب دغدغه کرد اینا دو روز گذشته است ولی دستی دختر قپیدگی نیسته خطی دختر صحبت کردگی نیسته. بعضا صداش که یکون درداری گفت نیاز تیجا او چی باگانه عروسی نوزنی نه خطیش صحبت نمیکنی گفت میخوام که همی شکرگزاری نعمتی خدا را کنم خودم نمیفهمم چی قصد میشه. گفت خانه آباد نمازی شکر تا پیش خفته بخون خفته را که خوندیم برای پیش کورد شد. اینا ببینه یه بچه این خیلی مردای خدا بودن از ما از کجا خداوند تمام شرایط امکانات براش فراهم آورده است. هم خوابگی میکنن غسل میکنن همون به همون غسلی کدگی اقلا نمیدونه که نماز بخونن نمازی شکر از خدای بزرگ طلب فرزندی خوب به صالح کنن. او چی دردی داره بگی نمیده ما خوشمون نمیتونم تمام شرایط محیا همه امکانات محیا هم درکت نماز در نظر مردم که برین میتونه ما همی کارا بکنی شهباز جون نماز ترک نکن به قدر این نعمت پروردگار برست شکر گوی تا نعمتت افزون شود ورنگویی از کفت بیرون شود. حضرت خداوندی تأکید کرده است لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خداوند توی تا مبارک بگردونه پروردگار برای خاندان یک دخترک صالحه را وارد سازه بود. خداوند برای شهباز جان و زوجش یک محبت و احترامی همدیگه را بر پا بسازه و خداوند در خدمت پدر و مادر و راسخ و استوارشان بداره و پروردگار بزرگ با غیرت همتشان بده که در بدل این نعمت‌های پروردگار شکرگزاری نعمت الله ترک نکنند. بزرگترین شکرگزاری همین که این همی شبای درازی مقصد که زمستان دا ای خواب خستی تنبلی نکن بخی نمازک تا بخون غیرت داری زن تا بیدار کن قطعی نماز بخونه بگذنک خطرا نمازی شب بخون به کسا دعا میکنیم که پروردگار فرزندان خوب بودن. حضرت امتوش تأکید کرده است بعدی که میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته. رحمت خدا بر مردی بود که شب خواب میخیزه طهارت میکنه نماز میخونه و زنش بیدار میکنه. فاین ابت نزح فی وجهها الماء. اگر ما بود همون زنک سرکشی کرده ایبو کرد که مرده غم نته روز زیاد کار کردم میاره در یک پیوله آب در روش میشپه آبی خنه کرد بیدارش میکنه بگردم بتری مردک کاره انا میخیل مردک شیدن در کاره اینشالا هم تری مردک شیدی خداوند شیر بچت میده شیر میشه واقعی. پروردگار این محفل نورانی و خیر مبارک بگردونه. خداوند برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند و همه خیلی روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی نکاحی فرزندان و نوه‌هاشون برسونه و خداوند به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض و برکات از این منزل از این محفل از این محله و دیار منقطع نگردونه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از نام حضار محترم از نام عزیزایی که در این محفل خیر شرکت دارند برادرمان شهباز جان اهل خاندان شد به این توی ازدواج که الحمدلله طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار گشته ایستاده است تبریک و تهنیت میگوییم
و از درگاه خداوند متعال مسئلتی ها رو داریم که پروردگار بین این دو جوان، یعنی که بین شهبازجان و اویلش الفت و مودت و محبت اسلامی واقعی را برقرار سازد. خداوند از دامنش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیارد. پروردگار بزرگ همین توی محفل های نکاحی را که به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند سبب ریشه شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار دهد. سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه اساس گرداند. پروردگار جوانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند حالی نو انشالله به زن نشیدگی‌اند، شاید اکثرش ازدواج هم نکرده باشند، به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحیشون برسانند. آمین یا رب العالمین. واقعا محفل خیر است. در چنین محفل شرکت کنیم. اگر یگان حدیثی را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به طریق نصیحت نگوییم، هم در حق صاحبخانه جور می شود، هم در حق خدمت. انشاءالله یک حدیثی را از احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با اندک شرح توضیحات تقدیم شرکت کنندگان محترم این مجلس میکنیم. بعدا انشاءالله رشته سخن به قاریای محترم میکنیم. حضرت انس ابن مالک صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، ببینید مسلمان ها چنان دوستش میدونن که همین معرکه در ششتم دیدیم که یک از زنگ زد. همین ابتدای نمی سرشایی معرکه بود، کسی تلفن کرد ای طرفای خوجم به گمان میکنم، لهجهش رو به همون شباهت داشت. سوال کرد که دولا همین انس ابن مالک مادرش چنان داشت. شاید یکان کودکک شده است از خاطر تبرک نام همین مادر یعنی انس ابن مالک هم میگذارن. شیر رزن هم ببینه که فرزند چنان تربیه کرد، خودش چنان خدمت پیغمبر کرد که مسلمان ها بعد گذشتن 1400 سال نامش سراغ میکنن که در فرزنداشو بگذارن، زندگی باید نمی خیل شود. حقیقتا شیر مردو از شیر زنا میشود. و این انس ابن مالک هم یک شیر بچه بداخل. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم به شهر یثریب آمد، یثریب که به شرافت قدوم پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره شد، مدینه الرسول شد. مادر انس ابن مالک رمیسا ام سلیم هیچی نداشت است که پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارد تقدیم کند. مال و حال هیچی نداشت. با شوهرش ابو طلحه گفت همین پسرچه من انس اگو بر نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو که همین در خدمت حضرت، همین خدمتی ترا بکنه. میگه ابو طلحه هم دستی انس خردسال گرفت و آورد، گفت یا رسول الله ام سلیم همین پسرچه کلانیش همین را فرستاد که همین خدمتی ترا کنه. و 10 سال تا وقت حضرت صلی الله علیه و سلم در قید حیات بود انس خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. چه خدمت. و یک روزی را حضرت صلی الله علیه و سلم نگفت که یا انس چرا فلان کار را انجام ندادی، یا انس چرا فلان کار را عقلکی کردی ای پیش خودت کردی. سبحان الله، طرفه خادم طرفه مخدوم. بچه را قطعی اتش جنجال می شود، 100 بار بچه هم را طعنه میزنیم که خانه آبا چی به گپ گوش نکردی، چی به این کار نکردی، یا چی به این کار برعکس کردی. خدمت ها ببینه که 10 سال خدمت کرده است جوانک. و یک روزی را میگه حضرت صلی الله علیه و سلم یگان ایتابش نکرده است که یا انس چرا فلان کار نکردی، یا چرا فلان کار به گفته من نکردی. همه حضرت حدیثی را روایت میکند که حدیث در سنن امام نسائی که بعد صحیحین از روی صحت در جای سیم است آورده است. میگه نهینا فی القرآن ان نسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن شیء. خداوند میگه ما را در قرآن عظیم شان از سؤال زیاد کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز میداشت. من کرد همین قدر محبت داشتن که حضرت نمیگفت سوال بته، در جایی که میدیدنش می اومدن سوال سر میشید، البته سوال بریدن میگرفت. کار به حد اومد که
حضرت خداوندی در قرآن نهیشو کرد، گفت یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، از مسئله هایی که اگر مبادا بر شما خداوند همون مسئله ها را فرض بگردانه از عهدش نمیبرویه، یا که مقصد که شاید که ملال شوه، شاید برای تو مشکل بغلطه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال نکنه. و این تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. اگر در همین زمانایی که حالی وحی قرآن با پیغمبر می آید، وحی قطع شدگی نیست، شما اگر سوالا را همین من جمله همین خیلی زیاد دادم بگیره، خداوند وقت ذوق و مراق شما را دید بر شما فرضش میگردونه. حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان 3 شب برخواست نماز تراویح خوند. 3 شب ایقافاش اقتدا میکردن مردم، به حد به شوق رغبت الک در 3م بارش دیگه در کوچه ها حتی جا نمونده بود، کوچه ها پری آدم شده بود. حضرت صلی الله علیه و سلم دیگه نبرومد. وقتی که روزانه مردم تا سر ایستاده بودن منتظر، سوالش کردن که یا رسول الله آخه ما منتظر بودیم برای چی نبرومدی خطیبون نماز تراویح بخونی؟ حضرت گفت لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم. با او خاطر من پیش شما نبرومدم که این میل رغبت و محبت شما را دیدم به این نماز، خوف بردم که یکی خدای تعالی همین رغبت شما را دیده همین نماز تراویح فرض نگردونه. هستن کسایی که همین 5 نماز براش زور می آید، 5 نماز خدا را در وقتش نمیخونن. ای 30 روز 20 رکعت نماز اگر فرض بگردونه، این وای به حال این مردم که چی میشید احوال شو. ای همون خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که دیگه من نبرومدم در خونه نمازم. یعنی که خدای تعالی وقتی که میدید که بنده ها یک کاری را برغبت به شوق انجام میتن، حال پیغمبر که در بینشان بود قرآن نازل میشد بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امکان داشت که او را فرض شو بگردونه. برای مسلمانان را من کرد که بسیار سوال نتین، اما تشنه سوال بدن. او یا رسول زنده در بینشون باشه، دلشون گم میزد که سوال کنن. و حضرت انس میگه فکان یعجبنا ان یجیء الرجل العاقل من اهل البادیه فیسأله. همین خیلی میل داشتیم، آرزو داشتیم که ای کاش که یک نفر از عربهای بدوی، از مردم بادیه بیاید، یعنی کسایی که ولی مسلمان نشید، حضرت سوال کنن ما استفاده رو بریم. ما جرأت نمیکردیم دیگه سوال کنیم، اما یک کسی دیگر می اومد یگون آدم غیر، اون مردم بدوی و خدر ادب اخلاق هم نداشتن، آخه اونا سوال کنن ما استفاده رو بریم. حضرت میگه دعا پیش خداوند اجابت شد. فجاء رجل من اهل البادیه. یک روز یک بدوی اومد، میگه یک شخص از اهل بادیه، همین میگه در این مسجد رو اومد و با صدای بلند گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم آتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان الله عز وجل ارسلک. همین و چی خیلی بگیم که ایتا آداب معاشرت نداشتن. مسلمان می اومد یا رسول الله اجازت هست که سوال بتم، تا با یک مقصد آداب، خلق، اطوار، خشوع، اما این اوتری عادت نداشتن. همین دهنی در مسجد بود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، یک نفر از نماینده‌های که نزد ما اومد، قبیله ما اومد، میگه که تو گویا دعوا میکرده که خداوند تو را به پیامبری مبعوث کرده است، آیا راست است؟ حضرت گفت صدق، گفت راست است. میگه پرسید که فمن خلق السما، مادام که پیغمبر خدا باشی بود است. گفتم یا دیوالا که اندک برداری اگر بالاش هم محکم کنم پایه که نداشته باشه نمیسته. همون آسمونه که به یک ستون پایه هست با این بزرگی، این آسمونه کی خلق کرده است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب گفت الله. آسمون الله خلق کرده. گفت فمن خلق الارض، این زمین پهناوره کی خلق کرده است؟ حضرت گفت الله.
با سوال کرد فمن نصب فیها الجبال، در روی زمین اینقدر کوه را کی نصب کرده است؟ این کوهایی که مقصد بعضش پست و بعضش بلند به هم دیگر چسبیدگی هستند، قطار کوه، اینا را کی در روی زمین نصب کرد؟ حضرت گفت الله. گفت فمن جعل فیها المنافع، این قدر نوش نعمت در روی زمین کی خلق کرد؟ این قدر حیوانا، بعضش میخوری، بعضش سواری میکنی، بعضش پوست میکنی، پوستین میکنی استفاده میبری. اوخی یک گندمک همه پرتای خدای تعالی 700 دانت میته یک گندمک، یک درخته که میشنونی میوهش هم میخوری. این همه این نوش نعمت کی در روی زمین وضع کرده است؟ حضرت گفت الله. باز قسمش داد فبالذی خلق السماء والارض وجعل فيها المنافع ونصب فيها الجبال الله ارسلت، به همون خدایی که آسمان ها و زمین ها را خلق کرده است، به همون خدایی که در روی زمین اینقدر روش نعمت وافر آفریده است، به همون خدایی که کوه ها را نصب کرده است در روی زمین، ترا قسم میتم آیا حقیقتا الله ذوالجلال ترا به پیامبری مبعوث کرده است؟ حضرت گفت نعم، آره. خست گواهی داد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. گواهی میتم که واقعا خداوند یک و یگانه است و تو رسول برحقش است. اگه تصور کنید این واقعا در عصر هفتم میلادی شدگی است، 1400 سال پیش، در زمانی که ولی مردم هیچ چیز نمیدونستند، خاصتا یک اعرابی که بدوی است از بادیه اومده است، عقلش جوره نمیده، او بیچاره بی سرش هم برداره آسمان را نگاه میکنه. پس کجا میدونه که این آسمان چقدر بزرگ است؟ این بچه در عصر 21 زندگی کرده استیم، سیاره های کشف میشود که میگن که مسافه بین زمین تا همون سیاره 300-400 هزار ساله راه به سرعت نور. میفهمه؟ حالی انسانیت یگان پریبار کشف نکرده است که به سرعت نور حرکت کنه. اگر بالفرض همونطوری هم که کنه، یعنی که امکان ندارد انسانیت در هیچ عصر و زمان امور را بآموزد. معنای گپ اینا میای. وقتی در عصر 21 زندگی میکنیم، به حد کائنات کشاد و وسیعی که خود همه استرونوما میگن که فضا بیکرانه، آخر نداره. در صورتی که همه میدونیم الحمدلله که غیر ذات پروردگار همه چیز کرانه داره، همه چیز محدوده. اما به حد کلانه که دیگه عقلشون نمیگیره. همه ای با آسمان دنیا های، ولی آسمان دیگه‌مش در کجا باشه و فاصله او چند باشه، آسمان سیمش کجا باشه و چخیل باشه. آخه اینا دیگه انسانیت عاجزه، تسلیم شدگیان، دستی تسلیم برداشتگیان که این چیزا رو حقیقتا عقل ما نمیگیره و نمیفهمه. سبحان الله. وای به حال همون انسانی که همه چیزا را دیده و به یگانگی پروردگار ایمان نداشته باشه و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاره. اینا ببینید حضرت شیخ عطار یک قصه داره، میگه یکی بیننده معروف بودی که ارواحش همه مکشوف بودی. یک شخص به دست همین از زمره همون کسایی بود که کشف القبور میکردین، با ارواح ها معامله میکردین، مقصد که همین در کانتکت میشیدین. دمیگر بر سر گوری رسیدی، بران گور آن چی می رفتی بدیدی. بزرگ امتحان کرد خوردش، به قبر عمر خیام بردش. یا شخص دست شمه گیره همون رو سر قبر حضرت عمر خیام میبره. بدو گفتا چی میبینی در این خاک، مرا آگه کنه بیننده پاک. گفت کنیگه که قبر کی باشه، چه آدم های؟ جوابش داد آن مردی گرامی که این مرد است اندر ناتمامی. ای گفت کسی هسته کامل نیسته، این انسان کامل شدگی نیسته. انسان کامل در اصطلاح عارفا همون سوپرمن. همون سوپرمن اصلا اروپایی از اسلام از
عرفان اسلامی گرفتن باشه. این اصلا همه از عرفان اسلام است. سوپرمن فقط در اینجا سوپرمن به معنای روحانی میآید. شخصی که صاحب کرامات است، خدای تعالی مقصد که درجهش داده است، کرامتش داده است، اما اونا گرفتن همین را جسمانی کردن، هم سوپرمن شدن. ولی در کینه‌هاشون میگیرن کو همین ایده را فریدریخ نیچه ای ادبیات ما دزدیدگیه، همون سوپرمن میگه که این انسانی کامل نبود، با او درجه رسیدگی نبود. مقصد بر آن درگاه چه روی آورده بوده است مگر دعوای دانش کرده بوده است. عمر خیام فیلسوف بود، ستاره شناس بود، ولی همون یک تقویم نوروزنامه‌ای که در زمان جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ترتیب دادن، ای همون تقویم حتی اروپایی‌ها گرفتن. ولی همین گریگوریانسکی کلندر خود داریم، همین در زمان پاپا گریگوری شیدگی ای پاپا گریگوری ای همون نوروزنامه کم کم دزدی کرده، گفت که همین را ترتیب بتین، اینا در بین اروپایی‌ها رایج شد. امروز به همون کلندر یوم ما را عمل میکنیم. کلندر اساسی در اسلام کلندر موقتی است. اینا در زمان همین جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی که وزیرش نظام الملک وزیر بود، شخصیتی بزرگ، به خاطر آن که همین عمیق سال معین کنند، اینا برای کشت کار و دیگر عالما را از هر سه دعوت کردند، زیچ آفتاب آموختند. زیچ آموختند، یک تقویم را با نام نوروزنامه ترتیب دادن. 12 ماه شمسی انتخاب کردند که جمع نامو 365 روز و 6 ساعت و 43 دقیقه می شود. مقصد که خیام وقتی میگه از دنیا گذشت، خیال میکرد که خیلی عالی ما بدان درگاه چروی آورده بوده است مگر دعوای دانش کرده بوده است. کنون چنگش جهلی خود عیانش عرق میریزد از تشویر جانش. اکنون او فهمید که سوادی نداشته دیگه، ای شرم خجالت هم میگه در آب عرق گومای. به حضرت شرم میده، میگه بران در حلقه چم 7 آسمان زد، زیدانش لاف آنجا کی توان زد. این پروردگاره که تا عرش از آسمان 7 حلقت زدگی 7 قلب زدگی میشود که یک انسان در پیش قدرت پروردگار از علم دانشی اندکی خودش فخر کنه و فخر فروشی کنه. این را ببینه مردم این همین چیزا را میدونن. افسوس صد افسوس که امروز هم در بین با ماتریالیستا بیدین، اتئیستا بیدین، نعوذ بالله، که حتی هستی خدا را انکار میکنن. اینشتین میگفت که نауکا بیز ریلیگی خرمایت، همین علم، هر علمی که باشه اگر که مبتنی بر دین نباشه او لنگای، او شلای، او پاش چوبی ای، پای اصلی نداره. سبحان الله. بیچاره عربی اگه جو میدونیست که زمین در گرد آفتاب با سرعت 18,000 کیلومتر ساعت چرخ میزنه. اگه جو میدونیست که آفتاب با تمام سیستمش در گرد کهکشان با سرعت 720,000 کیلومتر در ساعت چرخ میزنه. این چیزا را اگه جو میدونیست تو بیچاره نمیدونیست. همین فقط سرش همه برداشت یا آسمانی پر ستاره را بدید، گفت که پروردگاره که همه آسمان پر ستاره را به یگان اساس پایه خلق کرده است، این پروردگار لایق عبادت است. همون عربی باید عبرت بگیریم. این را ببینه، گفت که زمین را که خلق کرده است. وقتی حضرت گفت الله، گفت من به همون اللهی که به همون معبودی که زمین را خلق کرده است ایمان آوردم. بیچاره عربی غیر همون حجازش شاید مجدش یگان جای دیگر را دیدگی نبود. اون نمیدونست که این زمین قدر وسیع، این 6 کوره داره و در هر کورش مردم هر خیله مذکور هستن، زبانای هر خیله، این چیزا را نمیدونست. ای کجا میدونست؟ از برای خدا گیوگرافیا میخونیم، همه خاک بالا را میدونیم. حالی را ایمانامو میلنگه. گفت همون پروردگاره که در بالای زمین همه کوههای بدوهیمه را نصب کرده است، انسان یک خونه را به یک عذاب میکنه، خداوند این کوههای بدوهیمه را نصب کرده است، من به همون ایمان آوردم. بیچاره عربی چی میدونه که آخه این کوه ها میخوای زمینند. امروز ما میدونیم او همون بالا را دیده است. همه کوه اگر به شرطی که بلندیش 1 کیلومتر باشه، 6 کیلومتر دیگهش در زیر خاک است. از 7 1 حصهش فقط در بالا است.
6 قصه دیگه در زیر زمین. حکمت آفریدنش هم چی است؟ حقیقتا میخوای والجبال اوتادا، به خاطر آن که در یک جا اگر زمین جنبشید کره زمین زیر زبر نشود. اگر همین قطار کوه نباشند، خدای نکرده در یک جا زلزله شود، زمین جنبی شود، از همون جای زمین جنبیده آخری همون کره زیادتر خراب میشود. یک خیمچک در دست و بقپیران تا بجنبونه، ای پیش دست دیده آخری خیمچک زیادترک میجنبه. همه قطار کوهایی که بریده میگذارن زمینه، همین سبب مانعی همون مقصد همون زمین لرزه میشوند که هم یک موضع دمی جنبه و دیگر جوره خدای تعالی با واسطه همین کوه حفظ میکنه. بیچاره عربی اینا نمیدونیست. بدبخت هستن همون ماتریالیستایی که همین چیزا میدونن و ایمان نمیارن به الله ذوالجلال. سبحان الله. و جعل فیها المنافع، زمینه که این قدر نعمت داره، میگه بر صاحب این زمین، بر آفرنده این زمین ایمان آوردن واجبه. چی میخورد و بیچاره؟ شیری شتر رو بیچاره اشکمر میخوردن، سوسمار. یکون شترکشو اگر کسل میشید میکشتن میخوردنش. دیگه هیچ چیزی نداشتن، شاید خرما میخریدن میخوردن. کوی نوش نعمت ها در او عصر زمان، این نعمت هایی که در بالای دسترخوان ما و شما هستید از برای خدا پیش پیغمبر دیتری نبود. پادشاه های همون زمان همین چیزا را نداشتن. در چیله تابستان میوه های تر تازه را ببینه. ای باشد در دوره سویتیان تری در سه تو بیماد که در چیله زمستان قدر میوه تر تازه بگیری بخری. و همین نعمت ها را دیده و وقتی صاحب نعمت شکرگزاری نکنید چه جوان مردید میمونه. به همون خدایی که گفت آسمان ها و زمین خلق کرده است، به همون خدایی که کوه ها را در روی زمین نصب کرده است، به همون خدایی که این قدر نوش نعمت در دنیا خلق کرده است، من ایمان آوردم و با پیامبرش که بر حق خداوند متعال با پیامبری مبعوثش کرده است ایمان آوردم. خدا کنه که ما و شما را همتری صدق داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. این را ببینیم یک اعضای بدن خطا ببینیم. این نعمتی که پروردگار در ما گذاشته است، واقعی لازم نیست که درون و بیرون نگاه کنی. یک خطا تماشا کن. یک ما در افغانستان خدمت کردیم. یک بچه رفیقمون همون سال 86 بود. ماشینای همین کرولای 90 در SSR اگه جا بود و خیام فقط ماشینای سویتسکی بود. نه. در افغانستان ماشین کرولای 90 در نزد وزارت کارهای خارجیش مال یاپونیا گفت آفرین بر یاپونیا. آفرین بر یاپونیا. به خدا قسم. این ماشین بینه، این کارا بینه. و گفتم آخه خدا جانی ترا مست کنه که خطای برده آینه تماشا کن. نمیگوی آفرین بر الله. این ماشین تو فرش کلوچه نکنی گریه نمیشود. و چشمای ترابی مل تمام دنیا را سکاپیروات کرده است. تو گاز شناجی قینا میروا. یک خونه سوخته آخه تو اختیار رو دست خودت با پود میرای. تو بنزینش نریزی حرکت نمیکنه. تو خودت گرفته خورده استی. غذای داخلی هم خودت تامین کرده استی. آفرین بر الله نمیگوی. این پروردگاری بزرگ حکمت نعمتاش ببین. در زیر زبان تو پد یزیشنی ژلزه را مونده است. وقتی خروک هم میبینی دهنت آب میبروره. حتی اگر همین نام یگون میوه را بگیرن اگر در پیشت گشنه باشی دهنت آب میبروره الکی تیار شده است که همه بوده همون چیز خوردی خاک در گلوت نروه گلوت نگیره نبری. آفرین بر الله نمیگوی. دندانای کرسی را پهمه کرده است که خویده بشه و به حضور. دندانای پیشه گرفته است تیزه کرده است که بگزی بکنی. اگر همین را نعبرات میکرد حالا چی میشی؟ مگر هم لوامون میدروندیم. ها الان جلقت میکردیم رنگ هم بچونم مسافدایی که یا دندانک در همیشه دارن یا نولا را میگم بکنم همی لغت میکنم همیشه مجبور بودی که این طرف بری و بعد در پیش بخویی. آخه به هم پروردگاری که همین نعمت ها را داده است رحمت نگیم، شکرگزاری نکنیم. سبحان الله. سبحان الله. حضرت حکیم سنایی غزنوی میگه در نگر تا که آفرید تو را از برای چی برگزید تو را خاک بودی تو را مکرم کرد
زان پست جلوه دو عالم کرد. یک بار اندیشه که کی خلق کرده است، برای چی کاری بزرگ و مهم در روی زمین وضعت کرده است. وقت از یک مشت خاک پدریت را خلق کرده. الله عزوجلال اینقدر اکرامت بخشیده است، تو اینقدر مکرم، اینقدر عزت داری، به نظر از همه لطیفتری، به صفت از همه شریفتری، خوبتر از تو نقشبند ازل، هیچ نقشی نبست در اول. از همین انسان زیباتر در کائنات هیچی نیست. افسوس صد افسوس که کوری خدا بینای مردمه، همین چیزا را نمیبینیم. یا تلفن که میبینیم هوشمون میره واه ایرا کی خواب کی کرده باشه این قبضه. یا بارم پنجاکوی دستانی یا که بچه ها که قچاق بگی یک شکل صورت چنیگه که از برای خدا نمیگوی که شکرانه نعمتی او منعیمه که این هم بچه ها که بزی بخشترونه در داخل نطفه اوبی منی من هم خیلی تصویر کرده است، نقش نگارش کرده است. سبحان الله. اگر اندیشه کردیم با قدر نعمت پروردگار انشاءالله میرسیم، منعم حقیقی را میشناسیم. اینا شهباز جانی دادن ما را ببینه، خداوند به این سین سال رسونده استش، همین شرایط امکانی زنگیری را براش داد است، نمیداد زن نمیگیرید. ولی ما یک سلامه داریم در همون دهمون، آدم خوب خدمتگار همه طرفه بوده، میگه خدای تعالی که همین چی کمبودی شده است، ای چی گذشته است زن نمیگیرم، پیشش بیارم که ای بچه این ایفته باید بگی نمیگیرم. اگر همین نعمت خدا نتد میمونی آخی، همین نعمتی امکانیتی همون زن گرفتن و با زنک معامله کردن اگر نتد چکو میکنی؟ سرت در سنگ بزن نمیشه آخی. همین را شکرگزاری کردن در کار بچه ها. اگر کردیم انشاءالله خداوند از این بیشتر از زیادتر میده. سبحان صحابه پیغمبر حقیقتا همین شکرگزاری نعمت الله بودن. قصه جلیبی با من چند بار کردم، شاید شما شنیدگی هم هستید. مرد خدا وقتی که زن میگیره، آدم کمبغل خشاق یتیم کلان شدگی، خسرش هم دید وقتی که حالش بد است، هیچ جا نداره، خانه دامادش گرفت، در حولی خودش جاش تیار کرد. همین وقت در آمد عروسی نازنین ندید، خانه و در دید، دیلش همین خیلی گم میزد که گو اول شکرانه نعمت خدا را کنم. در نماز استاد که در رکعت نمازی شکر بخونم، چنان غرقه عبادت شد که در همین در رکعت نماز صبح نمید. اگه در مدینه منوره پیش از دمیدن صبح یا اذان بود، مردم هم میخیزوندن که بخیزه نماز تهجد بخونه. حضرت بلال از آن گفت یک بازی خسر رو میخیزه، خطی خسر رو روبرو میزنیم، خانه داماد با ایزو میکشه که کم کمک خجالت هسته، آزاد با گریخ برومد بره. روز دیگر با بعدی خفتن آمد، همه میبینه آخی نعمتی پروردگار، اول خدا را شکر گزاری کنم. در نماز مثل او مردم پیش نماز افتمت ولی نمیخوندن، نگی خواب نماز وقتی که در نماز میخوندن همه خوشیات در نماز که میشتودن همه خوشیاتشو به الله بداخی، پرابلم های حیاتشون در درون نماز حل نمیکردن. بعد رکعت نماز یا وقت آواز اذان حضرت بلال میشنن، وای به حال با این نماز خونی ها مومن، با این رفتار و کردار مومن. در یک مسجد پیش بسته شدن مسجد و یک چند سال پیش یک امام نماز میخونه، نماز شام سلام میکنه که بعضی از کفو میگن حضرت در رکعت خوندی شما، میگه سه تا خوندم. مردم دو گروه جدا شدن، اگر از بور دورن، یک گروهش که دو تا خونده است، یک گروهش سه تا خونده. یک توجیر هم کفو داده است، میگه حضرت انیق در رکعت خوندی. ما سه دکان دارم، عادتا در همین نماز شام در هر رکعتش یک دکان ما ریویزی هم میکنم، همون دو تاش اسپیت کردیم، انیق دو تا خوندم. در نماز دکان تا ریویزی کنی اون دکان چی دیگه برکت داره و از کجا کفارت گناه میشه. میبینه حضرت در رکعت نماز صبح میشی. با وقتی از اون شنید گفت که یکی خطی خسته رو بارون بزنم، خیست اومد مسجد. روز دیگر زیاد خسرش نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد که یا رسول الله، گفت من امیره دختر دادنی نبودم، شما گفتیم اگر شما را در زمین نموندم، او ایش زنگیر نبود چی اومد اگر تعوب دغدغه کرد. اینا
2 روز گذشته است ولی دستی دختر قپیدگی نیسته خطی دختر صحبت کردگی نیسته بعضا صداش که یکون درداری اون نیاز اینجا او چی باگانه عروسی نوزنی قطعش صحبت نمیکنی اون میخوام که همی شکرگزاری نعمتی خدا را کنم خودم نمیفهمم چی خیلی میشه اون خانه آباد نمازی شکر تا پیش خفته بخون خفته را که خوندیم برای پیش کورد شد اینا ببینه یه بچه این خیلی مردای خدا بودن از ما از کجا خداوند تمام شرایط امکانات براش فراهم آورده است هم خوابگی میکنن غسل میکنن همون به همون غسلی کردگی اقلا نمیدونه رکعت نماز بخونن نماز شکر از خدای بزرگ طلب فرزندی خوب صالح کنن او چی دردی داره بگی نمیده با خشمو نمیتونه تمام شرایط محیا همه امکانات محیا هم 2 رکعت نماز در نظر مردم که بر این میتونه ما همی کورا بکنی شهباز جون نماز ترک نکن به قدر این نعمت پروردگار برست شکر گوی تا نعمتت افزون شود ورنگویی از کفت بیرون شود حضرت خداوندی تأکید کرده است لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید خداوند توی تا مبارک بگردونه پروردگار به خاندان یک دخترک صالحه را وارد سازه خداوند بین شهباز جان و زوجش یک محبت و احترامی همدیگه را برپا بسازه و خداوند در خدمت پدر و مادر و راسخ و استوارشان بداره و پروردگار بزرگ با غیرت همتشان بده که در بدل این نعمت‌های پروردگار شکرگزاری نعمت الله ترک نکنند بزرگترین شکرگزاری همین که این همی شبای درازی مقصد که زمستان دا ای خواب خستی تنبلی نکن بخی نمازک تا بخون غیرت داری زن تا بیدار کن قطعی نماز بخونه بگذنک خطرا نماز شب بخون به کسا دعا میکنیم که پروردگار فرزندی خوب بودن حضرت امتوش تأکید کرده است بعدی که میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته رحمت خدا بر مردی بود که شب خواب میخیزه طهارت میکنه نماز میخونه و زنش بیدار میکنه فاین ابت نزح فی وجهها الماء اگر ما بود همون زنک سرکشی کرده ایبو کرد که مرده غم نته روز زیاد کار کردم میاره در یک پیوله آب در روش میشپه آبی خنه کرد بیدارش میکنه بگردم بیتری مردک کاره انا میخیل مردک شیدن در کاره انشالله هم تری مردک شدی خداوند شیر بچت میده شیر میشه واقعی پروردگار این محفل نورانی و خیر مبارک بگردونه خداوند برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند و همه خیلی روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی نکاحی فرزندا و نوه‌هاشون برسونه و خداوند به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض و برکات از این منزل از این محفل از این محله و دیار منقطع نگردونه ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا